مراحل ثبت و راجستر اتباع خارجی در کشور. اداره ملی احصایه و معلومات مسئولیت دارد تا زمینه توزیع فرم‌های معلوماتی اتباع خارجی را قبل از ورود آنها به افغانستان از طریق وبسایت اداره، نمایندگی‌های قنسولی افغانستان در خارج از کشور یا در میدان‌های هوایی و گذرگاه‌های زمینی در داخل کشور فراهم نماید. اتباع خارجی چگونه ثبت و راجستر می‌گردد؟ شهروند خارجی پس از درج معلومات خویش فرم را به دفتر ثبت اتباع خارجی تسلیم نموده و معلومات درج شده فرم ثبت می شود. با توجه به معلومات درج شده، کارت ثبت شهروند خارجی به وی تسلیم داده می شود. این کارت هنگام خروج در یکی از میدانهای هوایی یا گذرگاه‌های زمینی دوباره از نزد شهروند خارجی اخذ می گردد.